سلام، بیا با هم بریم دزدی. اینجا مجموعه راه نو و من نوید سهراب نژاد هستم. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. یکی از موضوعاتی که شاید خیلی رو درگیر کنه ذهنشون رو و برای موفقیت، برای جلو رفتن باید انجام بدن، شاید اسم به ظاهر قشنگی نداشته باشه، ولی میشه گفت اصلی ترین موضوعی هستش که باید بهش بپردازیم. اونم دزدیه. شاید بگین دزدی چرا؟ بله، دقیقاً همینه. ببینید، شما وقتی میخواید اولین بار برای یک کاری وارد بشید و اون کار رو انجام بدید و پیش ببرید، شاید در ابتدای کار شما هیچ ایده‌ای نسبت به اون کار ندارید و نمیدونید که باید چطور شروع کنید، چطور پیش برید و چی کار کنید. موضوعی که هست، شما باید بیاید کپی برداری کنید، دزدی کنید. بله، درست میشنیدید، دزدی کنید. شما باید بیاین ایده ها و روندی رو که یک شخصی قبلا در اون مسیر رفته و به موفقیت رسیده رو ازش کپی برداری کنید، انجام بدید و این کپی برداری و انجام و طی کردن مراحلی که اون شخص طی کرده، وقتی شما هم از روش میدید، حالا در ابتدای کار عیناً اون کار رو انجام میدید و پیش میرید، باعث میشه خلاقیت ذهنی شما را بیفته و باعث بشه انسان خلاقی در اون حوزه بشین و بتونید تا زمانی که سبک خودتون رو پیدا کنید با این مدل کپی کردن یا دزدیدن پیش برین تا بتونید سبکتون رو پیدا کنید و توی اون هیته، توی اون حوزه صاحب سبک بشید. به قول پیکاسو، هنر دزدیه. ببینید، شما وقتی یک نقاشی رو میبینید که یک نقاش خیلی هنرمند و بزرگی هست و مطرحه، ابتدای کار که نیومده خودش نقاشی هاشو ابداع کنه یا نقاشی جدیدی بکشه و ارائه بده، اومده نقاشی نقاش های بزرگ رو برداشته، نقاشی کرده تا بتونه اون روش ها رو یاد بگیره، اون روند ها رو یاد بگیره و بدونه چی کار باید بکنه و با این کار تونسته سبک خودش رو در نقاشی پیدا کنه. یا مثل خواننده ها که در ابتدا کسی که میخواد خواننده بشه که نمیاد از اول یه آهنگ خیلی خوبی ارائه بده، نه، میاد آهنگ خواننده های بزرگی که هستن رو میخونه تا ببینه چقدر میتونه مثل اونها بخونه، تا ببینه اصلا اون استانداردهایی که هست رو این میتونه رعایت کنه یا نه نمیتونه و باید خودش رو اصلاح کنه. و همین آزمون و خطا و دزدی کردن ها، کپی برداری کردن ها باعث ایجاد خلاقیت میشه و باعث میشه که اون آدم سبک خودش رو در نقاشی یا در خوانندگی یا در هر کاری، نویسندگی و امثال اینها یاد بگیره. شما یک معلمی رو فرض کنید، یک معلم میاد به دانش آموز چی درس میده؟ به فرض میاد ریاضی درس میده، می‌نویسه 2 تا 4 تا، میشه 2 به علاوه 2 میشه 4. درسته؟ این معلم آیا از خودش چیزی ابداع کرده؟ نه. این روشی بوده که در گذشته انجام می شده، این آموزش ها در گذشته بوده، این معلم میاد اون آموزش ها رو بر می داره و همون آموزش ها، همون مطالب رو ارائه میده. گهگاهی می بینی با روش یک کسی که ازش آموزش دیده میاد آموزش میده، گهگاهی هم می بینید نه، میاد یک روش و یک روندی که برای خودش، مدل خودشه انجام میده و پیش میگیره و آموزشاش رو به دانش آموزاش میده. پس در ابتدای کار ما باید دزدی کنیم، باید کپی برداری کنیم تا بتونیم به یک لول حداقلی برسیم، تا بتونیم به اون موفقیتی که میخوایم منجر بشه انجامش بدیم. ببینید، ما 2 راه داریم برای اینکه یک مسیر رو پی بگیریم. میایم یک چیزی رو، یک محصولی رو، یک آموزشی رو، یک نقاشی رو، هرچی نگاه میکنیم. 2 حالت داره. اگر این راه، این مسیر، این آموزش، این نقاشی، هر چیزی ارزش دزدیده شدن داشته باشه، مثلا یه نقاشی مونالیزا ارزش دزدیده شدن داره، بسیار عالی، پس میایم چیکار میکنیم؟
میایم میریم اون رو برمیداریم، از روش کپی برداری میکنیم، نقاشی میکنیم، روی اون انجام میدیم و میبینیم که آیا از روی این که کپی برداری شد چقدر نزدیک به اصل بود و آیا من به عنوان یک نقاش تونستم این رو اجرا کنم. اگر شد ارزش داشت، پس انجام میدم، اشتباهاتم رو، ایراداتم رو رفع میکنم آروم آروم تا زمانی که بتونم یک نقاشی مونالیزای خودم رو بکشم، چیزی که مال من باشه، چیزی که سبکش مال من باشه و الی هذا. و حالت دوم به چه شکل هستش؟ به شکلی هستش که این محصول، این نقاشی، این موسیقی ارزش دزدیده شدن نداره. پس اگر محصولی ارزش دزدیده شدن نداره اصلا سراغش نمیریم، حذفش میکنیم، میذاریم کنار، میریم سراغ محصول بعدی، میریم سراغ محصولی که ارزش دزدیده شدن داره. پس ابتدای کار برید دنبال محصولاتی که ارزش دزدیده شدن دارن. یکی از مزیت‌هایی که شما در ابتدای کار هستید دارید همون مزیت ناشناس بودنه. کسی شما رو نمیشناسه، شما هنرمند معروفی نیستین، شما نویسنده معروفی نیستین، پس شما راحت‌تر و با آزادی کامل میتونید کپیتون رو انجام بدید. ببینید ممکنه شما یک هنرمندی باشین که وقتی یک مسیر رو طی کردین و به یک جایی رسیدین، اگر اون زمان بیاین کپی هایی انجام بدین که کسی قبلا انجام داده، ممکنه مردم متوجه بشن و این برچسب به شما باشه، روی شما بخوره که خب این آدم کپی کاره. ولی زمانی که شما در ابتدای کار به خصوص هستین، وقتی این کپی ها رو انجام میدید، هر چقدر هم مشابه باشه شما رو میذارن به یک عنوان کسی که آماتور یک داره کاری انجام میده. هیچ کس با چشم دزدی یا چشم بدی به شما نگاه نمیکنه. پس در ابتدای کارتون هر کاری که دارید انجام میدید، نویسندگی، خوانندگی، شاعری، نقاشی، هرچی، بیاین و تا میتونید کپی کنید، کپی کنید تا بتونید اون نسخه اصلی، اون خروجی که میتونید ازش بکشید بیرون رو بکشید. ببینید دزدی کردن از یک محصول، کپی کردن از یک محصول میشه کپی، ولی میشه دزدی، ولی کپی کردن از چند محصول در کنار هم میشه یک چیز جدید، میشه یک چیزی که شما ارائه میدید، یک چیزی که میشه سبک شما، میشه این محصول شماست. پس تا میتونید منابع زیادی رو کپی کنید، منابع زیادی رو مطالعه کنید، منابع خلاصه ها رو بکشید که این خلاصه ها اگه کپی هم باشه کسی به شما نمیگه کپی کنید تا جایی که سبک خودتون رو پیدا کنید و زمانی که سبک خودتون رو پیدا کردید دیگه این میشه مال شما، این میشه سبک شما و شما اونجا هم شناخته شده تر هستید، هم صاحب سبک هستید، هم میتونید قدم بذارید به سمت سطح‌های بالا، لول‌های بالا و به موفقیت‌های برسید که شاید تو ذهنتون بوده، هست و خواهد بود. ببینید ما میایم میگیم من میخوام پزشک بشم، من میخوام نویسنده بشم، من میخوام بازیگر بشم. چرا؟ دلیلش چیه؟ ما الهام گرفته از بزرگان اون شاخه هستیم. اگه مثلا میایم میخوایم یه بازیگر معروفی بشیم یا به بازیگری علاقه‌مند میشیم، ما چون بازی یک هنرمند برجسته‌ای رو دیدیم و به بازی اون آدم علاقه‌مند شدیم و خوشمون اومده که چقدر زیبا تونسته بازی کنه. یا یک پزشک خیلی حاذق رو دیدیم که چه کارهایی داره انجام میده، چقدر انسان ارزشمندیه، چقدر در رشته خودش، در کار خودش ارزش خلق کرده و ما دوست داریم شبیه اون بشیم. اون هم زمانی که میخواست شروع کنه، از ابتدا که نبوده، از ابتدا بازیگر نبوده، از ابتدا پزشک نبوده، اون هم اومده و روش بازیگرا و پزشکان قبل خودش رو کپی برداری کرده و تا زمانی که سبک خودش رو، روش خودش رو پیدا کنه از اونا کپی کرده، پیش رفته تا تونسته به اون موفقیتی که باید برسه. خیلی خوشحال شدم که توی این ویدیو در خدمتون بودم. امیدوارم ویدیوهای بعدی که براتون قرار میدم رو هم ببینید.
نظر خودتون رو بدید. خیلی خوشحال میشم موضوعی که شما میخواید در موردش رو برای من کامنت کنید، برای من بفرستید و من در اون هیته، در اون موضوع برای شما ویدیو خواهم ساخت و به اختیار شما قرار خواهم داد. خیلی خوشحالم که اینجا دیدمتون. تا درودی دیگه، بدرود.